به نام حضرت عشق. با سلام و درود به عزیزای دلم. من مسمع لشکری روانشناس هستم و رسالتم اینه به تو عزیز دل خدا به عنوان یه معلم معنوی کمک بکنم بتونی زندگی زیبا و آگاهی رو تجربه بکنیم. عزیزان دلی که دارید صدای من رو گوش میدید، شاید این اتفاق بزرگی در زندگی شما باشه که در مسیری دارید قدم برمی‌دارید که اون مسیر پاکسازی روح و روان و اتصال به حضرت عشقه. خیلی از ماها در مسیر زندگیمون هیچ وقت شاید موفق نشده باشیم تا به امروز، شاید هم بعضی هامون موفق شدیم. به هر حال اون جوری که باید موفق بشیم تا به لایه‌های عمیق خودمون سرکی بکشیم، تا پاکسازی درونی انجام بدیم، تا دنیای درونمون رو اصلاح بکنیم رو شاید نداشتیم تا به امروز. امروز فرصتیه تا تو نگرشت رو به جهان تغییر بدی. امروز فرصتیه تا تو به این آگاهی برسی که صرفاً تمام اون چیزی که من میخوام به دست بیارم در دنیای بیرون نباید براش تلاش بکنم. تمام روانشناسی میخواد این نکته رو به تو بگه که ببین دنیای بیرون تو انعکاس دنیای درون توه. تو هر چیزی رو در دنیای بیرون داری تجربه میکنی ریشه اون دنیای درونیته. ولی آدم ها همه تلاششون اینه که هم برن و دنیای بیرون رو بخوان اصلاح کنن. چرا؟ چون قابل لمسه، میتونن بگیرن دستشون، میتونن ببیننش. اما دنیای درون چون قابل لمس نیست و شما به شکل احساس و انرژی دارید اون رو تجربه میکنید، انگار ملموس نیست، رو خیلی کمتر براش تلاش میکنید و این باگ بزرگی در همه انسان ها هستش. پس به دقت گوش بدید. ما امشب میخوایم مراقبه سوم 2 قلب رو انجام بدیم. مراقبه 2 قلب یکی از قوی ترین مراقبه ها برای دریافت آنی انرژی جهان هستی، کائنات، کیهان ها، دریافت آنی اون انرژی و انتقال اون به بدنمون و پاکسازی بدنمون، پاکسازی حال هامون و تو همون لحظه انتقال سیگنال های درستی برای به دست آوردن خواسته هامونه. این کاریه که این مراقبه با ما میکنه، حتی به طور ناخودآگاه. خیلی از ماها آگاه نیستیم به این که ما الان برای به دست آوردن نیازها و خواسته هامون داریم چه فرکانس و سیگنالی میدیم. ولی شما چیزی که روانشناسی شاید تو 10 جلسه میخواد به تو کمک بکنه رو به دست بیاری، من دارم توی این مراقبه های بسیار فوق‌العاده بدونی که خودت بدونی از مسیر دیگه‌ای دارم تو رو میبرم به سمت اون هدف و خواسته خودت. وقتی به آدم ها میگی ببینید توجه و تمرکزتون رو بذارید روی اون چیزی که میخواید، نمیدونن باید چی کار کنن و گاهی وقتی حتی میخوان این کارو بکنن انقدر در دنیای بیرون خودشون چالش دارن، انقدر باگ‌های ذهنی دارن، انقدر عادت‌ها و الگوهای ناسازگار دارن که وقتی فکر میکنن که ما چطوری هنوز چیزی نداریم حالمون رو با اون چیز خوب بکنیم، اصلا ول میکنن نصف راه مسیر رو. اصلا نمیتونن یه آگاهی یا درک درستی ازش داشته باشن. من نمیخوام اینا رو بهتون بگم، من دارم عملاً شما رو به همون سمت و سو میبرم. یعنی من دارم کاری میکنم که شما عملاً تمام تلاش در جهت خواستت باشه. پس یه آموزش ناب اینه که تو رو به عمل وادار کنه. نمیگم برو بعدن این کار انجام بده، من دارم برات انجام میدم و تو داری از من پیروی میکنی. من دارم بهت کمک میکنم تا در لحظه اکنون زندگی، لحظه‌ای که بسیار ارزشمنده، تو دقیقاً وصل بشی به نیروی کیهانی، به جهان هستی، به خداوند، انرژی‌های پاک رو دریافت بکنی، درونت رو پاک سازی بکنی و اون انرژی‌های پاک رو بدی به چیزی که دلت میخواد بیاد وارد زندگیت بشه. همونجوری که گفتم این مسیریه که گاهی ما سالها براش آموزش میبینیم اما در عمل نمیتونیم انجامش بدیم و تو الان بدون هیچ گونه آمادگی توی عملی قرار گرفتی که مطمئنا همونجوری که خیلی از شما نتایجشون رو بر من ارسال کردن، تو هم نتیجه عالی در زندگیت میگیری. اینکه چرا بعضی‌ها غرق در ثروتن باید برات سوال شده باشه، ولی ما سوالمون اینجوری نیست. ما سوالمون گاهن با حسادته. حسودیمون میشه از آدم‌هایی که پول و ثروت خیلی زیادی دارن. این حسادت یه نیرویی به جهان هستی میده و اون هم اینه که دنیا درگیر کمبود هاست و تو بدونی که خودت بدونی داری احساس نبودن، کم بودن رو به جهان هستی فرکانس و سیگنالش رو میدی و تو رو از اون چیزی که دلت میخواد که رسیدن به ثروت دورتر میکنی. ما تو مراقبه سوممون مستقیم میخوایم روی ثروت بچه ها تمرکز بکنیم. میخوای خونه خوبی داشته باشی، میخوای
ماشین خوبی داشته باشی، میخوای شغل خوبی داشته باشی، میخوای پول زیادی به دست بیاری، هر چیزی که از مستقیم میخوایم روی اون کار بکنیم. ما نمیخوایم بگیم که همسرمون پولدار بشه که به ما پول بده. اصلا ما همه چیز رو برای خودمون و از سمت خودمون میخوایم تقاضا و سیگنالش رو به جهان بیرون بدیم. پس باید این سوال برات پیش بیاد، نه برای اینکه حسادت بکنی، نه برای اینکه غبطه بخوری، بلکه برای اینکه باورت بشه اگر یه نفر میتونه در جهان خداوند به ثروت زیاد برسه، تو هم میتونی. پس راستی چجوریه که بعضیا غرق در ثروتن، راحت پول در میارن، راحت خرج میکنن و بعضیها در تنگناها هستن؟ اینها هیچ ربطی به شانس و اقبال و ارث و سرمایه خانوادگی نداره. اینو باید باور بکنی. هر سرمایه داری، هر کس که امروز میبینی در یه نقطه از ثروت قرار داره، از یه نقطه خودش شروع کرد. یه نقطه‌ای که حتی ممکنه زیر صفر هم بوده باشه. یعنی شما خیلی از خانم‌هایی رو که میبینید دارن برای خودشون ثروت جمع میکنن، شاغلن، کار میکنن، پول دارن، یا خیلی از آقایون ما رو که اگر نگاه بکنید خیلی هاشون میان تعریف میکنن و میگن من به والله من از زیر صفر شروع کردم. راست میگن. خیلی از بچه‌هایی رو که امروز میبینید پولدار هستن، واقعاً شاید شما اینجوری تصور بکنید خب این بچه پول داره، این پدر مادرش بهش پولو دادن، ثروتو دادن، اما همون پدر مادر رو بری باهاشون حرف بزنی، اونها هم از یه جایی از زیر صفر شروع کردن. هر کس از جایی شروع کرده. فرض کن فلانی رو شما میشناسی پول داره، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی 5 نسل قبلش هم پولدار بودن. شما امروزیه رو نبین که بگی این آقایی که امروز پولدار از خانواده بهش به ارث رسیده و پولدار شده. برگرد برو 5 نسل قبلش رو ببین، از اون آدمی که از یه جایی تصمیم گرفت گفت من باید نسلمو عوض کنم و از زیر صفر شروع کرد و نسلش رو تغییر داد. پس هر کسی از جایی شروع کرده به وارد کردن ثروت در نسل خودش. اینو دوست دارم یاد بگیری. اگر همه ما مدام منتظر سرمایه از پدر و مادرمون باشیم، همیشه نسل ما در همین نقطه ثابت خودش میمونه. یعنی من معصومه هیچ تلاشی برای نسلم نکنم، بگم چون پدر و مادر من هیچ ارثی به من ندادن. خب بعد بچه منم همینو از من میگیره، میگه پدر و مادرم چیزی به من ندادن و اونم نمیخواد تلاش کنه. و بعد بچه اون تا بالاخره ببینی یکی از بین این نسل بلند شه و همت بکنه و بگه من میخوام نسلمو تغییر بدم. امروز علم روانشناسی ثابت کرده هر انسانی مسئول زندگی خودشه، هر انسانی. و در جهان معنویت خداوند پایین ترین مرتبه که یه انسان میتونه خودش رو در اون فاز قرار بده اینه که منتظر ناجی در زندگیش باشه. هیچ ناجی وجود نداره الا خودت. این رو بپذیرید که شما و خود شخص شما باید شروع کنه به جذب ثروت. اگر باورت از این که کسی غیر از خودم باید کمکم بکنه برداری، دست از این برداری، این باور رو بیای درست بکنی، جهانت عوض میشه. مثلا خیلی از دخترای ما منتظر اینن تا یه شوهر پولداری بگیرن تا به خواسته هاشون برسن. خیلی مواقع که ما توی خانواده ها داریم صحبت میکنیم همین حرف رو میزنن. میگن بالاخره دختر ازدواج میکنه و میره و یه نفر میاد مسئولش میشه. حتی یکی از علتهایی که الان پسرهای ما کمتر واقعا گرایش دارن سمت ازدواج، چون میدونن یه نفر رو میخوان بیارن تو زندگیشو. نسل تغییر کرده بچه‌ها، دیگه گذشته نیست که بگیم او مردهای قدیمی اینطوری بود که از همون اول یه پول بزرگ آماده میکردن، میگفتن خب مهریه میخوایم بدیم، نمیدونم شیربها میخوایم بدیم، وسیله خونه خودمون میخریم، همه چی با داماد و الی آخر. الان همون جوری که دخترای ما آگاهیشون نسبت به بعضی از مسائل و قانونهای رابطه تغییر کرده، پسرهای ما هم تغییر کرده. همون جوری که یه دختر میاد میگه که من دیدم توی کشورهای دیگه ازدواج به این شکل، فرض کن که دختر عین پسر حق داره، پسرم اینو فهمیده، میگه خب تو هم باید عین من هزینه کنی، تو هم باید عین من خرج بکنی. اما میبینی دخترهای ما، یعنی این یکی از دلایلیه که پسرها گرایششون به سمت ازدواج کم شده. میگن دختری که میخواد بیاد کنار ما، اون باید از لحاظ ثروت مغزش، ذهنش و خودش باید این آمادگی رو داشته باشه. نمیخوان واقعا زن چسبنده و وابسته از هر لحاظ رو دیگه دوست ندارن. الان قدیمو نمیگم، قدیم واقعا دوست داشتن زنها چسبیده به مردشون باشن.
به طور ناخودآگاه این در باورهاشون بوده، اما الان دیگه نه. الان فقط من نیستم که بچه‌مو دارم برنامه ریزی میکنم، بچه من به طور ناخودآگاه در جهان تکنولوژی داره برنامه ریزی میشه. وقتی که فرزند پسر من داره از کودکی میبینه توی دنیای مجازی که چقدر خانم‌های موفقی وجود داره، به طور ناخودآگاه دنبال یه همسر موفقه. حالا فرهنگش چیز دیگه‌ای بگه. یه بخشی از باورسازی ما الان توسط همین رسانه‌ها، توسط دنیای مجازی داره اتفاق میفته. صرفاً فقط پدر و مادر نیست. و میخوام اینو بهتون بگم که هر انسانی، چه پسر و چه دختر، باید در درون خودش اول در حاله‌های انرژی خودش، که امشب در لایو مراقبه بهتون میگم، باید در حاله‌های انرژی خودش، در بطن خودش، در بافت عمیق وجودی خودش یه تغییراتی رو ایجاد بکنه. فقط این که من میخواهم و فقط این که من تفکر مثبت داشته باشم و فقط این که من نمیدونم افکارم را عوض بکنم، این باعث نمیشه که زندگی من تغییر بکنه. من باید پاکسازی انجام بدم. همه ما میخوایم. همه شما یا پول و ثروت نمیخواین؟ میخواید. کسی نیست که بگه من پول و ثروت نمیخوام. اگر بگه نمیخوام، اون دیگه خیلی داغونه، خیلی علاوه بافت ساختاری و وجودش درب و داغونه و باید تعمیر بشه. اما همه ما اینو میخوایم. و ما امشب در لایو مراقبمون، مراقبه دو قلب، میخوایم برای جذب ثروت میخوایم بهتون بگیم که اصلا نمیخواد اینو از سمت یه آدم دیگه بخوای، باید از سمت خودت بخوای. باید چاکراهای خودت رو، باید حاله‌های خودت رو پاکسازی بکنی. این پاکسازی در یه جایی در درونت عمیقاً اتفاق میفته و وقتی تو این مراقبه رو تکرار بکنی، اونجا دیگه مسلماً دنیای تو تغییر خواهد کرد. یعنی وقتی بافت درونت، حالهات پاکسازی میشه، اون موقع افکارتو تغییر میکنه، نگرشت به جهان تغییر میکنه. آره عزیز دلم، پس اینو بدونید، به این درک برسید که خیلی از دخترهای ما همچنان رو باورهای قدیمی هن که بالاخره یه پسری میاد منو نجات میده، منو ثروتمند میکنه، منو سفر خارج از کشور میبره، به من پول میده، به من امکانات میده و الاخر. حتی متاسفانه چیز دیگر هم بگم، توی آقایون ما هم این داره اتفاق میفته. یعنی خیلی مواقع باورهای آقایون ما هم به این شکل تغییر کرده که من حتما برم با یه خانمی ازدواج بکنم، خودش هیچی نیست، برم با یه خانمی ازدواج بکنم که لحاظ پولی منو ساپورت بکنه یا خانواده پولداری داشته باشه. این آدم‌ها حتما در مسیر زندگیشون شکست میخورن. شک نکنید. کسی که دنیای خودش رو و خوشبختی خودش رو در نگرش یک آدم و در برنامه ریزی یک آدم دیگه‌ای بدونه، حتما اون آدم محکوم به شکسته. اما وقتی دو تا آدم با همدیگه ارتباط میگیرن و دو تا هدفهای مشترکی دارن، برنامه ریزی‌های مشترکی دارن، قطع به یقین اون انسان‌ها موفق‌تر خواهند بود. پس امروزه شما به عنوان هر فردی، به عنوان هر شخصی، به عنوان هر کسی، اینو باید یادت باشه که عزیز دل من، باید دنیاتو تغییر بدی. باید افکار محدود کننده، باورهای ناسالم، الگوهای اشتباه و حاله‌های مسدود شده تو رو باید باز بکنی. امشب توی مراقبه جلسه سوم دو تا قلب ما این رو آموزش میدیم که چطوری حاله‌هامون پاکسازی بشه و با کمک، هدایت از نیروی برتر جهان هستی میخوایم مستقیما روی حاله کار بکنیم که اون حاله مربوط به جذب ثروته و یه کاری رو میخوام ازتون انجام بدید. پاکسازی دوشاب نمکتون حتما انجام بشه. امشب ما به 2 تا شمع نیاز داریم، 2 تا شمع قرمز رنگ نیاز داریم، چون حاله قرمزمون میخوایم بیشتر فعالیت داشته باشه. و همینطور هندزفری داشته باشید که بذارید در گوشتون زمان مراقبه با تمام احساس حضور در لایو شرکت داشته باشید. عذر شرعی دارم و ندارم اصلا اشکال نداره، شما دوشاب نمکتون رو بگیرید و موقعی که میخوایم مراقبه انجام بدیم حتما یه جای آرام بشینید. یادتون باشه ذخیره نمیشه، حضورتون اصلا الزامیه. یکی از نکاتی که بچه‌ها نتیجه میگیرن و برای ما میفرستن اصلا به این دلیله که این بچه‌ها مستقیما توی لایو هستن و از سینرژی لایو دارن استفاده میکنن. و در نهایت ازتون میخوام که حتما دوستان و عزیزانتون رو دعوت بکنید امشب به هیچ وجه این لایو رو از دست ندید، چون ما آدم‌هایی هستیم که لحاظ مالی خیلی هامون در تنگنا و شرایط پایینی قرار دارن. بچه‌های ما باید خودت به عنوان فرد مهمی در این جهان
از لحاظ ثروت، از لحاظ پول به این باور برسی که من میتونم برای شرایط زندگی خودم مفید واقع باشم. همتون رو امشب توی لایو میبینم. در پناه حضرت عشق عاشق باشید و عاشق بمانید.